گندم ماما. خانم طلا میدونی ویدیوت همه جا پخش شده؟ کجا؟ همه دارم ویدیوی تو که با حرف میزدی و میبینن که میگفتی دوست ندارم دیگه 40 سالم شه. تو اینا رو از کجا بلد شدی؟ من جو شکر خود اونم تو پخش شده؟ آره. خب تو به من بگو تو از کجا میدونی که مثلا شاید 40 سالت بشه بابا رفته باشه؟ شاید تو هم رفته باشی. ای خدا. دوستان سلام. دیروز یک کلیپ من و گندم ما هم دیگه گرفتیم که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی خوششون اومد. خیلی هم خب متاسفانه یه ذره کم لطفی داشتن و میگفتن که حالا این دیالوگایی که از قبل به گندم دیکته شده و به گندم یاد دادن که اینا رو بگه، در صورتی که هرگز همچین چیزی نبوده. یه سری هم اومدن گفتن که خب این یه سریال بوده که شما از روی اون سریاله برداشتی این کاری کردی، که حقیقتش اینه که من اصلا نمیدونستم که همچین سریالی وجود داره و اصلا همچین دیالوگایی وجود داره. به هر حال اینا اتفاقیه که افتاده و قسمت خوب داستان اینه که خیلی خوششون اومده. من خودم خیلی خوشم اومد. من خودم واقعا چندین بار این کلیپ رو نگاه کردم و لذت بردم. بچه‌های الان واقعا فرق میکنن با زمان ما، خیلی باهوشن، خیلی نکته سنجن.